ده‌ها شهروند تاجیکستان که سنشان به 40 نرسیده است امسال نتوانستند خود را برای ادای حج ثبت نام کنند. بنا به یک قرار حکومت که مورد اجرا قرار دارد، تنها افراد از 40 ساله بالا حق ادای حج فرضی را به دست آوردند. منابع کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان گفتند که این تصمیم خیلی بروقتر از طرف حکومت گرفته شده حالا مورد اجرا قرار دارد. آنها گفتند که هدف از محدودیت سن سال به تنظیم درآوردن نوبت طولانی داوطلبان حج و راه گشادن به ساکنان پیر بود. در 7 سال اخیر بار سوم است که مقامات تاجیکستان برای تنظیم سفر داوطلبان حج محدودیت سن سال جاری می‌کنند. سال 2010 مقامات گفته بودند که حج فرضی تنها به ساکنان از 18 ساله تا 80 ساله اجازه است. بعداً در سال 2015 این رقم را تا 35 ساله بالا بردند. همکنون تنها افراد از 40 ساله بالا حق ادای حج فرضی را دارند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین میگوید تصمیم‌های اخیر مقامات و بحران اقتصادی حاکم در 2 سال گذشته واقعاً نوبت درگذشته طولانی داوطلبان حج فرضی را در تاجیکستان کم کرده است. او افزود: یک عامل اساسیش این بود که مثلا علاوه بر اینکه تا 40 ساله نمیرم با همون تا 40 ساله نرفتنش سبب میشه که بعضی هم کانسوله هم نروند. دیگر طرف مسئله این که کریزی نوبت شما دیگر مثلا زنگ میزند که خیلی نتقا نوبت اومد بیام لکن دیگه شرایط نیست شده شرایط 2 سال پیش نه. سخنگوی کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان در عین زمان گفت نوبت طولانی در بعضی از شهر و ناحیه‌ها از جمله اسفره و دوشنبه، حصار و ترسونزاده و رودکی هنوز پای برجاست. افشین مقیم گفت: نویا خیلی مثلا پرابلم در اسفره تایم روز در عرش علاش مثلا اینجا قسمت شهر دوشنبه خیلی وحدت کمتر باشدن که نه حصار ترسونزاده پرابلم توازیره نویا رودکی پرابلم شهر دوشنبه پرابلم نوبت زیاد البته طلبات زیاد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا می روند. امسال نیز این شماره تغییر نیافته است. انتظار می رود که معرکه حج امساله در میانه های ماه اوگوست آغاز شود. نرخ سفر حج برای یک ساکن تاجیکستان تقریباً $4000 مقرر گردیده است.